بنز یک قدم از اسرائیل جلوتره، چون قبل حادثه میتونه تصادف رو تشخیص بده. درخشش 5 ستاره ایمنی روی دوش سرهنگ، تمام امنیت. یه سنگ از دل کوه رها میشه و 13,000 ثانیه قبل برخورد سنسورهایی که اطراف ماشینن متوجه یه تصادف اجتناب ناپذیر میشن. سرعت نزدیک شدن جسم خارجی به ماشین ارزیابی میشه و تو کسری از ثانیه صندلی‌ها تو حالت عمودی قرار میگیرن، کمربندها سرنشینا رو وکیوم میکنن و به صندلی میچسبونن، تمام شیشه‌ها بالا میره و ماشین آماده برخورد میشه. صداهای ناشی از تصادف و انفجار ایربگ‌ها مسلماً به شنوایی آسیب میرسونه. اما ابتکار مرسدس برای جلوگیری از این آسیب به شنوایی فوق‌العاده شگفت‌انگیزه. چند صدم ثانیه قبل و حین برخورد یک نویز 80 دسیبلی از تمام بلندگوی ماشین برای سرنشین‌ها پخش میشه و با تحریک عضله استاپیدیوس در گوش باعث قطع ارتباط لحظه‌ای بین گوش داخلی و گوش بیرونی میشه و از آسیب‌های ناشی از سر و صدای تصادف جلوگیری میکنه. در نهایت حالت SOS در این خودرو فعال میشه و با برقراری یک تماس اضطراری با اورژانس شرایط شما رو اطلاع میده و لوکیشن دقیق محل حادثه رو برای اورژانس ارسال میکنه. ماشین چپ شد و پای من درجا قطع شد. مریکا محمدی، هافبک تیم ملی فوتبال بانوان، در سانحه رانندگی جان باخت. تصادف‌ها سومین عامل مرگ و میر در کشور است.